ببین داداش من، مشکل ما خدا نیست، مشکل ما آدمایی هن که به نام خدا هر کار دلشون بخواد میکنن. با پول حلال شراب بخور ولی با پول حروم جانماز آب نکش. همیشه 2 تا آدم حسابی رو تو زندگی برای خودت نگه دار. 2 تا 50 تومانی بهتر از 50 تا 2 تومانیه. میدونی کی دنیا قشنگتر میشه؟ وقتی مردم بفهمن اعتقاداتشون مثل مسواک شخصیه، اون هی بازور به خورد مردم ندن. با کسی که خر بودن انتخاب کرده بحث نکن، سوارش شد. بزرگ کسی که دل بزرگ داره، وگرنه پولو که همه دارن، گدا هم داره. بزرگونه که وجود خرج کردنش داشته باشه. بعضی آدم ها ادای آدم خوبا رو در میارن، اما اینا تیغشون نمیبره، تیغشون دیگه کند شده. اگه تیغشون ببره شمر زلزوشنن.